بسم الله الرحمن الرحیم. امروزه همه خانواده ها به گونه‌ای با مشکلات زیادی درگیر هستند. حالا بعضیا با مشکلات خانوادگی، بعضیا با مشکلات مالی، هر کدوم به هر طریقی با مشکلی درگیره. اگر بخواهیم مشکلاتمان حل بشه، باید کارمان را به خدا واگذار کنیم و یکی از بهترین راه‌های واگذاری کارهامون به خدا قرآن است. خدا در قرآن اول سخنش را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده. در هر کاری اگر نام خدا در میان باشه، خدا به گونه اون کار را هرچند سخت هم باشه برای ما آسان میکنه. قرآن دریای رحمت است. قرآن نور است. بیاییم غرق در نور الهی بشیم. وقتی غرق در نور الهی بشیم، خدا راه‌های زیادی را برای حل هر مشکلی به ما نشان میده. وقتی به خدا توکل کنیم و به قرآنش تفاعل پیدا کنیم، یقینا بدانید که خداوند از دریای بیکرانش، از دریای رحمتش ما رو مستفیض میکنه. نمیشه در خانه خدا رفت دست خالی برگشت. شما یک کور رو در نظر بگیرید که از طلا است، جنسش از طلاست. به یک نفر میگن برو از این کوه هر چقدر طلا میخوایی بردار، خرجش کن، تموم شد دوباره بیا بردار. قرآن هم یک چنین چیزی است. اگر از کلام الله مجید قرآن به درستی استفاده کنی، مطمئن باش که همه مشکلات حل میشه. ما مشکلی نداریم که خداوند راه حلش رو در قرآن نگفته باشه. وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، هم میگیم رحمان، هم میگیم رحیم. رحمان که شامل حال همه است، همه موجودات، چه انسان چه حیوان. اما رحیم صفتی است که به اون کسانی داده میشه که با عشق و علاقه قرآن میخونند و به قرآن عمل میکنند، قرآن را نور میدانند و قرآن را حلال مشکل میدانند. از قرآن هر کس به اندازه درکی که داره بره میبره. یکی اینقدر به قرآن اعتقاد پیدا میکنه که وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم از روی آب رد میشه. یکی میگه بسم الله الرحمن الرحیم خدا یک مشکل دیگر را از سرش برمیداره. وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم یک کار دیگه براش به درستی انجام میپذیره. اگه دوست داری در همه کارات موفق بشی، هم کارتو با نام خدا شروع کن، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن، هم در قرآن تدبر کن. انشاءالله این کانالی که زدیم یک کانال قرآنی است. انشاءالله این کانال یک منبع هدایت، منبع نور برای همگان میشه. انتظاری که دارم اینه که دوستانتان، آشنایانتان، خانواده ها رو دعوت کنید که به این کانال بیان و ایمان دارم که این کانال یک منبع نور میشه، یک منبع هدایت میشه برای هدایت جوانا، هدایت کسانی که سنهای بالا دارند. و با استفاده از این کانال هر مشکل روحی و روانی و مالی و جسمی انشالله بیاره خدا حل میشه. حالا این که میگن قرآن شفا هست، این دلیل بر این نیست که نفر بگه از صبح تا قرآن، از صبح تا شب قرآن بخونه
بعد میگه من سرم درد میکنه، دکتر نره، بگه فقط چون قرآن خوندم خوب میکنه. البته اگر اعتقاد کامل به این قرآن داشته باشی و دل به خدا ببندی، قرآن هم بخونی، قرآن شفا است، شفا میده. ولی خدا نگفته که تو قرآن بخون من بیماری تو رو خوب میکنم. قرآن میگه من شفا هستم، قرآن رو بخون و اگه با قرآن خواندن خوب نشدی دکتر برو، منم در شفای اون تأثیری میکنم، یعنی اونو زودتر درمان میکنم. انشالله که این قرآن مایه خیر و برکته برای همه. عزیزان، یک روزی باید از این دنیا بریم، باید به سرای دیگر بریم. در اونجا زبان همه آدم ها زبان عربی است، قرآن هم زبان عربی است و زبان بهشتیان زبان قرآن است. درست قرآن عربی است ولی نه اون عربی که عرب‌های کشورهای عربی دارن صحبت میکنن. زبان بیشان عربی قرآنی است. در اون دنیا همه با یک زبان صحبت میکنن. دیگه اونجا نمیگن ترکی صحبت کن، نمیگن فارسی صحبت کن، نمیگن نمیدونم انگلیسی صحبت کن، فرانسوی صحبت کن. در اونجا همه به زبان قرآن صحبت میکنن. یعنی همه در اون دنیا همه زبان‌های خودشون رو فراموش میکنن، فقط و فقط به زبان قرآن صحبت میکنن. ما انشالله در اینجا تلاشمون این است که در این دنیا بتونیم زبان قرآن رو یاد بگیریم، زبان عربی قرآن رو یاد بگیریم. قبل از اینکه بریم اون دنیا، بریم بهشت، از الان خودمون رو برای بهشت آماده کنیم. و خوشبال اونایی که تو این زمینه میان، تو یعنی وارد بحث قرآنی میشن، وارد کلام قرآن میشن، قرآن رو یاد میگیرن و از اون بهره لازم رو میبرند. از الان به شما زبان بهشتیان رو تبریک میگم. مبارک باشه این زبان بهشتی و یقین دارم که در کنار هم و با همکاری همدیگه، علاوه بر این که مشکلات دنیویمان حل میشه، بیاری خداوند در اون دنیا هم از بهشت برین خدا فیض خواهیم برد.